السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خدایی که خاک آفرید، که از این خاک انسانی پاک آفرید. آیا می دانید در زمین پیش از جن و انسان ها کی زندگی میکرد؟ ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه نوشته است که در زمین پیش از جن و انسان ها مخلوقات دیگر زندگی میکردند که حن و بن و خن نام داشتند و به انسان کمی مانند بودند. در زمین زندگی کردند و بسیار خونریزی ها و فساد کردند تا اینکه الله متعال جن را فرستاد تا اینکه زمین را از شر و از ظلم و از فساد آنها صاف کنند. و بین جن و این مخلوقات جنگ بزرگ قرار گرفت که جنها غالب شدند بر آنها و آنها را نابود کردند و خود جنها زندگی کردند در زمین. جنها با اطاعت بودند تا زمانی که آنها هم گمراه شدند، یعنی اکثریت این جنها هم گمراه شدند و فسق و فساد و گناهکاری کردند. صحابی رسول خدا صلی الله علیه و سلم که ابن عباس نام دارد میگوید شیطان عزازیل نام داشت و با ملائکه ها بود، یعنی با ملائکه ها زندگی میکرد. الله متعال عزازیل را با لشکری از ملائک فرستاد به زمین تا اینکه زمین را از شر این جنها صاف کنند. همین طور به زمین آمدند و جنها را، یعنی جنهای گناهکار را نابود کردند و کمی دیگر جنها به سوی کوهها و لب دریاها فرار کردند و تا به حال جایشان همانجاست. و الله متعال مخلوق دیگری را به زمین میخواست بفرستد که آدم است. الله میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. و به یاد بیاور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار خواهم داد. گفتند آیا کسی را در آن قرار میدهی که در آن فساد و خونریزی کند؟ ما تسبیح و حمد تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس میکنیم. پروردگار فرمود یقینا من میدانم آنچه را که شما نمیدانید. بعضی عالم ها میگویند این دلیل آنی است که پیش از این انس و جن مخلوقات دیگری بودند که خونریزی میکردند. برای همین است که ملائکه ها به الله گفتند تو آدمی را میفرستی، یعنی که تو مخلوق دیگری را خلق میکنی که خونریزی و گناه میکند. وقتی الله متعال خواست که آدم را خلق کند و صورت جسد او را آفرید از گل و خاک، شیطان در گرد آدم دور میخورد و میگفت اگر من را الله بر این آدم مسلط کند به تحقیق او را من هلاک خواهم کرد و اگر الله متعال او را بر من برتری بدهد من او را هرگز اطاعت نخواهم کرد. وقتی الله متعال آدم را روح داد و امر به سجده کرد، همه سجده کردند جز این شیطان و همین طور شیطان از جنت رانده شد. این بود در مورد این مخلوقاتی که پیش از انس و جن در زمین زندگی میکردند. برای معلومات بیشتر کتاب البدایه و النهایه را مطالعه کنید که بیشتر و خوبتر معلومات شما به اضافه شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.